آقای همستر بعضی وقتا جواب نمیدی ها. نکنه میخوای کلیکای ما رو بالا بکشی. با خدا کلیکای ما خوردن نداره ها. خسرو از صبح نشستی پای ضربه زدن تو اون گوشی، هنوز نرفتین اون بگیریم پسر؟ اون وقت شب میخوای نیمرو رو با نایلون سفره بجایی؟ حالا کو تا شب. آقا جان الان نون تو همستره. اگه الان برم نانوایی کلیک نکنم پول از دست میدم ها. واقعا بعضی از آدما شبیه سوراخ‌های اول کمربندن. همیشه هستن اما هیچ وقت به کارت نمیان. نظر لطف دانه آقا جان. آقا سفتر تی بلند میسه نهار بازم نیمرو داریم؟ اگه با این درآمد فیک همستر بهتون بر نمیخوره بله عمو جان. البته ترشی مخلوط هم درست کردم برات که با نیمرو بخوری ضرب شست همسترت بره بالا. شما به اون میگین ترشی آقا جان؟ چطور مگه؟ ترشی مخلوط درست کرده، به غیر از دمپایای داخل حمام بقیه چیزا رو ساتوری کرده ریخته توش. فقط موقع خوردن باید چشات ببندی و بخوری. برو خدا رو شکر کن تو این گرونیا همینو درست کردم که بتونیم بخوریم، چون دیگه پولی تو حسابم نمونده. آقا جان بیایی همستر منه بگی ادامه بده، شاید پولدار شی همه چی درست بشه. پسر جان آخوند یه جوری گند زده تو زندگیمون که از همستر و دلستر هیچ کمکی بر نمیاد. فقط بگید همای سعادت بیاد. اینجا رو نگاه. خبر داغ اینه که آخوند مکارم شیرازی فتوا داده درآمد حاصل از بازی همستر حرامه. راست میگه. کسب درآمد فقط بالا کشیدن باغ و زمین‌های از گل. یارو نیم وجب همستر رو میبینه ولی چند هکتار زمین خالی صدیقی رو نمیبینه. بعد میگه همستر حرامه. مگه پولی که آخوند در میاره حلاله؟ بابا جان شما یادتون نمیاد، مثل داستان قنده. اول آخوندا گفتن قند نجسه، بعد که سهمشون رسید گفتن بزنید توی چای بعد بخورید مشکلی نداره. شارلاتانای حق باز. بیداری چرا میگه همستر حرامه؟ چرا؟ آخه چند ماه پیش تو انتخابات مجلسشان تو تهران فقط 4% انگشت زدن و رأی دادن. الان تو بازی همستر 90% تهرانیا دارن انگشت میزنن. یعنی نشان میده مردم به همستر مجازی بیشتر امید دارن تا به مسئولان نظام ولایی. گل گفتی پسر جان. خودم میدانم.